خب ناصر جان قیافتو نمیگیرم، بگو چی شد؟ ما داشتیم از جاده هراز میومدیم، ماشین داغ کرد، آمپر داشت میچسبون که زدیم کنار. وایساده بودیم، 2 نفر اومدن گفتن که میخواین کمکتون کنیم. بعد من گفتم دستتون درد نکنه. آره چرا که نه. اومدن ریل فن، گفتم من مکانیکم، ریل فنو کندش. بعد خیلی قبل اینکه بکنه خیلی سعی کرد که ماشینو گفت فنش کار کنه. هرچند مثلا زد فن کار نکرد، هواگیری نکرد. بعد گفتش که پس من چی اسمش یک سرش میکنم. از پشت چیزو کند، سیم، شما بفرمایید. خب یه سیمی کند، آره. یک سره کرد، یک سره شد فن. بعد به من گفت فقط بگاز. خب که نتیجه شدیم هوا گرم، ماشین داغ کرده و اومدن فنش یک سره کردن. فنا دور بالا کار کرده، در کمتر از 10 کیلومتر به خاطر آمپر کشیدن زیاد باعث آتش سوزی این ماشین شد. اراجیف و یاوه‌گویی رو از اینستاگرام یاد نگیرید.